دوستان سلام، امیدوارم عالی باشین. بنده سارمی هستم با پیج هیرمان اکادمیک. امروز اومدیم در رابطه با این قطعه ترمیستور دما یا همون NTC یا آموزش با هم داشته باشیم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ترمیستور دما یا NTC قطعه مکانیکی و به دو صورت توی پکیج‌های مختلف عرضه شده. یکی این مدل مستغرق که غرق در آبه و این مدل ها که مدل گیره‌ای یا همون جداری بهش گفته میشه. یه دونه سنسور داخلش تعبیه شده و وظیفه اصلی این قطعه گزارش لحظه به لحظه دمای آب به برد کنترله. همونطور که مشاهده میکنید یه سنسور خیلی کوچیک داخل این قطعه است. حالا این مدل مستغرقشه، من این قسمت رو تراشیدم که سنسور رو کامل مشاهده کنید که همین به وسیله پارامترهای الکترونیکی دمای آب و لحظه به لحظه به برد گزارش میده. توی پکیج‌های گرمایشی در هر دو مدار یه دونه NTC وجود داره، یعنی تو مدار آب رادیات یا همون گرمایشی یه NTC تعبیه شده و در قسمت مدار بهداشتی یا آب مصرفی NTC مجدد هستش، چون دو مدار دمای متفاوتی با هم دیگه داره. نحوه ایبیابیش، من این سوکت رو جدا کردم که کامل متوجه بشید. این سوکت متصل به این NTC و این NTC حالا مستغرقه، این غرق در آبه که توی هیدروبلوکا قرار داره. اوهمترتون رو روی حالت اوهم قرار میدیم. پراپا رو به دو سر اتصال NTC متصل میکنید و اوهم توی دمای 25 درجه باید 10 کیلو اوهم داشته باشه این قطعه. به محض اینکه گرم میشه اوهم قطعه میاد پایین. حالا من با اون یکی NTC واسهتون تست کنم که کامل متوجه بشید. پراپا رو کامل ببندم و میخوام حرارت بدم که نحوه تغییر اوهمش رو قشنگ ببینید. اوهم فعلی دست این قطعه الان 9 اوهمه. گفتم به محض اینکه گرم بشه اوهم قطعه میاد پایین. همونجوری که مشاهده میکنید اوهم به شدت افت پیدا کرده و ما چون حرارت رو روش برداشتیم مجدد داره برمیگرده به سمت بالا. قطعه خیلی خاصی نیست اما خیلی کاربردیه توی پکیج‌های گرمایشی، چرا که خرابی این قطعه باعث اخلال در عملکرد میشه. معمولا خرابی این قطعه با ارور مواجهه، ارور ترمیستور یا همون NTC گرمایشی یا آب مصرفی. همونجور که گفتم اوهمش رو اندازه گیری میکنید، اما در یک سری مواقع سنسور ما سالمه، این سنسور هیچ ایرادی نداره، اما به دلیل رسوب زیادی که دور این جداره علل خصوص NTC های مستغرق تشکیل میشه باعث میشه که دمای درستی رو نخونه. شما اوهم قطعه رو میگیرید، گاهی میبینید درسته، اما نه روی مدار گرمایشی دستگاه شما کار میکنه نه روی مدار مصرفی. به کمک یک سنسوری که همیشه باید اضافه پیشتون باشه یک لحظه تست میکنید، دستگاه که راه افتاد مطمئن میشید که قطعتون معیوب شده، یعنی سنسور دما رو دقیق نمیتونه بخونه. یه مورد دیگه ای هم که خیلی تو پکیجا پیش میاد قطعی سیمای اتصال به برد کنترله. واسه یه تست این موردم مثل موارد دیگه به وسیله بیزر عمل میکنید. دونه دونه پایه ها رو یه سر، حالا من اینجا برد نداشتم بهتون کامل نشون بدم، یه سر رو متصل میکنید به کانکتور برد، یه سر دیگر هم به خود این قطعه. همونجوری که میبینید بوق ممتد داریم. مجدد این یکی پایه رو تست میکنید و اطمینان حاصل میشه که سیم یا اتصالات این قطعه ایرادی نداره. معمولا مدل های گیره یا جداری این قطعه بعد از 2 سال 3 سال به مشکل خواهد خورد، چون با آب
تماسی نداره و کارکرد و عمرش بسیار طولانی. اما مدل های مستقر همونجوری که مشاهده کردید این الان 6 ماه استفاده شده روی دستگاه و رسوبی که دورش گرفته باعث میشه که این قطعه دیگه دمای مناسبی رو نتونه بخونه. سعی کنید اگر ایرادی چیزی توی این قطعه دارید تعویضش کنید با پاک کردن یا رسوب زدایی این قسمت از یه دونه سنسور NTC. قطعا مدت زمان خیلی کوتاهی مجدد به مشکل میخورید. یه مدل NTC گیره‌ای هم هست، همونطوری که مشاهده میکنید 4 تا پایه داره. این فقط توی پکیج‌های برند فرولی و بیاسی مورد کار برده، چرا که 2 پایه این به عنوان همون سنسور NTC، 2 پایه دیگه سنسور حد دستگاه روی این وصله. یعنی شما مراجعه میکنید به دستگاه فرولی میبینید سنسور حد ندارید، فقط مشکلش همین قطعه میتونه باشه. واسه خرید این قطعه میتونید به پیج هیرمان شاپ اندرلاین بویلر مراجعه کنید. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. لایک و کامنت فراموش نشه.